سیستم دوران خون. سیستم دوران خون شامل 3 بخش اصلی اند: قلب، رگها و خون. قلب خون را به سراسر بدن پمپ می کند تا اکسیژن و مواد غذایی به تمام حجرات بدن برسد و در عین حال کربن دی اکساید و مواد زائد از بدن دفع شوند. برای این منظور خون 2 نوع دوران را در بدن انجام می دهد: دوران بزرگ خون و دوران کوچک خون. دوران بزرگ خون یا لارج بلاد سرکولیشن، در این دوران خون اکسیژن دار از بطن چپ قلب وارد شریان ابهر می شود. شریان ابهر خون را به دیگر شریان های بزرگ هدایت داده و از آنجا خون به شریان های کوچکتر یا آرتریولز ها و سپس به مویرگ ها یا کپیلاریز منتقل می شود. در مویرگ ها یا کپیلاریز تبادل گازات رخ می دهد، یعنی اکسیژن به انساج بدن انتقال داده می شود و کربن دی اکساید از انساج بدن وارد خون شده و خون کربن دی اکساید دار از طریق مویرگ ها به وریدهای کوچک یا وینولز و از آنجا به وریدهای بزرگتر یا وینز انتقال می یابد و در نهایت خون از طریق وریدهای بزرگ به دهلیز راست قلب باز می گردد. وظیفه دوران بزرگ خون رساندن اکسیژن و مواد غذایی به انساج و انتقال مواد زائد به قلب را بر عهده دارد. دوران کوچک خون یا پولمونری سرکولیشن. در این نوع دوران خون کربن دی اکساید دار از بطن راست قلب وارد شریان ریوی می شوند و شریان ریوی خون را به ششها انتقال می دهد و در ششها تبادل گاز در کیسه های هوایی یا الویول ها که توسط مویرگ ها احاطه شده اند صورت می گیرد. یعنی کربن دی اکساید از خون به داخل کیسه های هوایی منتقل شده و از طریق بازدم دفع می شود و اکسیژن موجود در هوای تنفس شده وارد خون می شود و خون اکسیژن دار از طریق وریدهای ریوی به دهلیز چپ قلب باز می گردد. دوران کوچک خون وظیفه پاکسازی خون از کربن دی اکساید و اکسیژن رسانی مجدد به آن را انجام می دهد.